چگونگی نصب نرم افزار بامبوزر روی موبایل. لینکی که برای شما ارسال شده را باز کنید. از این طریق می توانید نرم افزاری که به شماره شما ارسال شده را دانلود کنید. در صورتی که مدل ارسال شده به گوشی شما نمیخورد، می توانید مدل گوشی خود را از لیست پیشنهاد شده زیر پیدا کنید. با فشار دادن لینک، ریل دانلود شروع می شود. سپس روی گزینه Yes کلیک کنید و سپس دکمه کانتینیو را بزنید و محل نصب نرم افزار را مشخص کنید. منتظر بمانید تا ریل نصب تمام شود. سپس از مرورگر و سپس از پوشه پیام ها نیز خارج شوید و به صفحه منوهای اصلی بروید. پوشه اپلیکیشن را باز کنید و روی آیکان بامبوزر کلیک کنید. روی آن فشار دهید تا برنامه باز شود و سپس می توانید کار خود را شروع کنید.